گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز می‌کنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. avayabur.com آشناپنداری یا دژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید، یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می شود و موجب می گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش، آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور، مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد.
هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند، بلکه خواب می‌شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت. آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تایید می‌کرد. در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملاً تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن، کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم. دورسولاترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می‌تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است، استدلال‌های خنده‌آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن، فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است. در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد، یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید، علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که می‌بینیم و یا می‌شنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان
با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی‌توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات می‌تواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح 2 داستان واقعی شروع می‌کنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه می‌کند. به نظر می‌رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می‌خواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می‌گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می‌کند و به او اطمینان می‌دهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می‌گیرد و از پزشک تشکر بسیار می‌کند. پزشک به اتاقش می‌رود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می‌شود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می‌اندازد، اما متوجه می‌شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می‌کند و می‌بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم: مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکرده‌اند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو
فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود، واقعا تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی دو سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می‌برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می‌بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می‌گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می‌کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می‌شود و از همسایه‌اش می‌خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به 80 بر روی 40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی 80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان تزریق می‌شد و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال وقتی به جای مورفین
دارونما تزریق می شود همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود، دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده های آندورفین را در سلول های عصبی مسدود می کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی گردد. مکانیسم های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز می تواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بیخاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمیتواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی میتواند برای کسی که آن را به یاد میآورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمیتوانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما میخواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد.
او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می‌آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می‌آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالانکه چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می‌آوردند، اما هفته بعد که مراجعه می‌کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می‌آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند و اضافه می‌کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می‌شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می‌دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می‌پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می‌توان با پرسیدن سوال‌های خاص تغییراتی در پاسخ‌های افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد 2 اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول‌های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس‌ها منجر به از دست دادن خاطرات می‌شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس‌ها مولکول‌های بلندی است که از سلول‌های هر طرف سیناپس خارج می‌شود. این مولکول‌های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول‌های چسب سلول‌های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule میگویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم میچسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود میشوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می آید دچار لغزندگی می شوند و از 2 سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را می یابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است. یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش باز گردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد
دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می‌کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره‌ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز میکنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. آوایبود.com آشناپنداری یا دژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده.
این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می شود و موجب می گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور، مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند، بلکه خواب می‌شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت.
آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می‌شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تأیید می‌کرد. در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملاً تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن، کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم. دورسولاترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می‌تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است، استدلال‌های خنده‌آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن، فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است. در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید، علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که میبینیم و یا میشنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد
و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی‌توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات می‌تواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح 2 داستان واقعی شروع می‌کنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه می‌کند. به نظر می‌رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می‌خواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می‌گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می‌کند و به او اطمینان می‌دهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می‌گیرد و از پزشک تشکر بسیار می‌کند. پزشک به اتاقش می‌رود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می‌شود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می‌اندازد، اما متوجه می‌شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می‌کند و می‌بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم: مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکردند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعاً تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی 2 سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند
چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می کند. اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می شود و از همسایه‌اش می خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به 80/40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120/80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان تزریق می‌شد و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده های آندورفین را در سلول های عصبی مسدود می کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی گردد. مکانیسم های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است.
حتی عمل جراحی نیز میتواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بیخاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمیتواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی میتواند برای کسی که آن را به یاد میآورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمیتوانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما میخواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند
و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می آوردند. اما هفته بعد که مراجعه می کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می زدند و اضافه می کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می توان با پرسیدن سوالهای خاص تغییراتی در پاسخهای افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد 2 اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول‌های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس ها منجر به از دست دادن خاطرات می شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس ها مولکول های بلندی است که از سلول های هر طرف سیناپس خارج می شود. این مولکول های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول های چسب سلول های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule می گویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم می چسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود می شوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می آید دچار لغزندگی می شوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را می یابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است، یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند
و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می‌کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می‌آید، به این صورت که روانکاو تلاش می‌کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره‌ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز میکنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. avayabooth.com آشناپنداری یا دیژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید، یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می‌شود و موجب می‌گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش، آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است.
وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور، مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند، بلکه خواب می‌شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت. آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تایید می‌کرد. در زمان خواب دیدن
مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملا تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم. دورسولاترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می‌تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است، استدلال‌های خنده‌آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است. در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید، علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که می‌بینیم و یا می‌شنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند.
اما مسئله اینجاست که همچنان نمیتوان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات میتواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح 2 داستان واقعی شروع میکنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه میکند. به نظر میرسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار میخواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز میگردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق میکند و به او اطمینان میدهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام میگیرد و از پزشک تشکر بسیار میکند. پزشک به اتاقش میرود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه میشود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله میاندازد، اما متوجه میشود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه میکند و میبیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم: مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکردند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعاً تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی 2 سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان: مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می‌برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می‌بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می‌گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می‌کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می‌شود و از همسایه‌اش می‌خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش
به 80/40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120/80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان تزریق می‌شد و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی‌گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده‌های آندورفین را در سلول‌های عصبی مسدود می‌کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می‌گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می‌افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی‌گردد. مکانیسم‌های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز می‌تواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدت‌ها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بی‌خاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمی تواند
یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی می‌تواند برای کسی که آن را به یاد می‌آورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمی‌توانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما می‌خواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت، به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده بود. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می‌آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می‌آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می‌آوردند، اما هفته بعد که مراجعه می‌کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می‌آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند و اضافه می‌کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می‌شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد،
بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می‌دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می‌پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می‌توان با پرسیدن سوال‌های خاص تغییراتی در پاسخ‌های افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد دو اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید: ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول‌های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس‌ها منجر به از دست دادن خاطرات می‌شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس‌ها مولکول‌های بلندی است که از سلول‌های هر طرف سیناپس خارج می‌شود. این مولکول‌های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول‌های چسب سلول‌های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule می‌گویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم می‌چسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود می‌شوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می‌آید دچار لغزندگی می‌شوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می‌گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را می‌یابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می‌گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است، یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد
بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره‌ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز میکنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. avogaboo.com آشناپنداری یا دژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید، یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می‌شود و موجب می‌گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش، آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز
که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور، مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند، بلکه خواب می‌شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت. آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تأیید می‌کرد. در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملاً تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن، کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم.
دورس و لترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این میتواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است استدلال‌های خنده آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است. در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید، علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که می‌بینیم و یا می‌شنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی‌توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات می‌تواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح 2 داستان واقعی شروع می‌کنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه می‌کند. به نظر می‌رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می‌خواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می‌گردد.
پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می‌کند و به او اطمینان می‌دهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می‌گیرد و از پزشک تشکر بسیار می‌کند. پزشک به اتاقش می‌رود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می‌شود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می‌اندازد، اما متوجه می‌شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می‌کند و می‌بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم. مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکرده‌اند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعاً تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی‌دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می‌کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی 2 سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می‌برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می‌بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می‌گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می‌کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می‌شود و از همسایه‌اش می‌خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به 80 بر روی 40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی 80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند
و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان، تزریق می‌شد و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم، داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند، بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه، در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند، باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند، در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال، وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود، همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود، دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده های آندورفین را در سلول های عصبی مسدود می کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی گردد. مکانیسم های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز میتواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بیخاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمی تواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی می‌تواند برای کسی که آن را به یاد می‌آورد
یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمی‌توانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما می‌خواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت، به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده بود. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می‌آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می‌آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می‌آوردند، اما هفته بعد که مراجعه می‌کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می‌آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند و اضافه می‌کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می‌شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می‌دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می‌پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می‌توان با پرسیدن سوال‌های خاص تغییراتی در پاسخ‌های افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد 2 اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد.
بعضی از آنها داستانهای دیگران و بعضی از آنها داستانگویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلولهای عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس ها منجر به از دست دادن خاطرات می شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس ها مولکول های بلندی است که از سلول های هر طرف سیناپس خارج می شود. این مولکول های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول های چسب سلول های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule می گویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم می چسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود می شوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می آید دچار لغزندگی می شوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را می یابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است، یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت،
این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره‌ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز میکنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. avogaboo.com آشناپنداری یا دژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید، یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می‌شود و موجب می‌گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش، آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور،
مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند. در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند بلکه خواب می‌شنوند، یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت. آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می‌شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تایید می‌کرد. در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملاً تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن، کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم. دورسولاترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می‌تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است، استدلال‌های خنده‌آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن، فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است.
در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد، یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید، علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که می‌بینیم و یا می‌شنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی‌توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات میتواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح دو داستان واقعی شروع میکنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه میکند. به نظر می رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می خواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می کند و به او اطمینان می دهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می گیرد و از پزشک تشکر بسیار می کند. پزشک به اتاقش می رود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می شود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می اندازد. اما متوجه می شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می کند و می بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را
به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم. مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند. داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکردند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعاً تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی دو سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می‌برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می‌بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می‌گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می‌کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می‌شود و از همسایه‌اش می‌خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به 80 بر روی 40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی 80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان تزریق می‌شد
و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم، داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند، بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه، در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند، باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند، در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال، وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود، همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود، دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده‌های آندورفین را در سلول‌های عصبی مسدود می‌کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می‌گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می‌افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی‌گردد. مکانیسم‌های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز میتواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بی‌خاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمی تواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی می‌تواند برای کسی که آن را به یاد می‌آورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمی‌توانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما می‌خواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد.
سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت، به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده بود. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم، به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است. در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می‌آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می‌آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می‌آوردند، اما هفته بعد که مراجعه می‌کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می‌آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند و اضافه می‌کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می‌شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می‌دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می‌پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می‌توان با پرسیدن سوال‌های خاص تغییراتی در پاسخ‌های افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد 2 اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول‌های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس‌ها منجر به از دست دادن خاطرات می‌شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس‌ها مولکول‌های بلندی است که از سلول‌های هر طرف سیناپس خارج می‌شود. این مولکول‌های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول‌های چسب سلول‌های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule میگویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده
و به هم میچسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود میشوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود میآید دچار لغزندگی میشوند و از دو سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت میگیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را مییابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می‌گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است، یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می‌شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود
و یا خاطره ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود. گرامیان، درود بر شما. فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نوفخر رو با هم آغاز میکنیم. صفحه 76. عنوان: آشناپنداری. avogaboo.com آشناپنداری یا دژاوو چنین است که شخص پس از دیدن صحنه‌ای گمان می‌کند قبلا آن را دیده. مثلا به جایی می‌رود و همه چیز برایش آشنا به نظر می‌آید، یا کاری را در جایی انجام می‌دهد و ناگهان حس می‌کند قبلا همان کار را در همان جا انجام داده است، در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنجا نبوده. این پدیده مخصوصاً به عنوان شاهدی بر راستی تناسخ برداشت می شود و موجب می گردد شخص ایمان پیدا کند در زندگی قبلیش، آن زمان که روحش در کالبد قبلیش بوده، به آن مکان آمده و آن کار را کرده و خاطره آن مکان از آن زندگی قبلی در یادش مانده است. بعضی مسلمانان نیز آشناپنداری را دلیلی بر زندگی قبلی در عالم زر تلقی می‌کنند. تخمین‌های مختلف نشان می‌دهند بین 60 تا 80% افراد حداقل یک بار این پدیده را تجربه می‌کنند. این پدیده مخصوصاً بین افراد بالغ جوان شایع‌تر است و از آنجایی که بدون خبر قبلی شروع و به سرعت پایان می‌یابد، تحقیق در مورد آن دشوار است. وقوع تجربه آشناپنداری بلافاصله قبل از آغاز تشنج در صرع لب گیجگاهی شایع است. در سال 2001 از تجربه مکرر و شدید دژاوو در پی مصرف 2 داروی آمانتادین و فنیل پروپانول آمین گزارش داده شد. بین شروع زوال عقل و افزایش تجربه آشناپنداری نیز رابطه مشاهده شده است و توصیه شده در صورت تکرار زیاد این تجربه به پزشک مراجعه شود. تئوری‌های مختلفی برای توضیح تجربه دژاوو مطرح شده است. یکی از آنها این پدیده را به خطای کوچکی در عملکرد الکتریکی مدار مغز نسبت می‌دهد. به این ترتیب که اگر بخش‌هایی از مغز که متوجه اتفاقات حال حاضر هستند و بخش‌هایی از مغز که مسئول یادآوری خاطرات هستند دچار اختلال عملکرد شوند، مغز آنچه را که اکنون یا ثانیه‌ای پیش درک کرده را به عنوان خاطره‌ای از گذشته دور تفسیر می‌کند. یعنی شخص به درستی می‌داند که قبلا در آنجا بوده و آن کار را کرده، اما این قبل مربوط به گذشته دور نبوده و همین ثانیه‌ای پیش بوده، ولی به علت یک اختلال در مغز معنای زمانیش به گذشته دور تفسیر شده است. عنوان: خواب و رویا. امروزه برخلاف گذشته‌های نچندان دور، مردم کمتر خواب و رویا را دلیلی بر جدایی روح از بدن و گشت و گذار در عوالم دیگر می‌دانند. اما برای بعضی مردم همچنان آنچه در خواب می‌بینند نشان دهنده بیرون رفتن روح یا نفس یا آگاهیشان از بدن و یا سر زدن ارواح و نفوس مردگان به ذهن ایشان برای سخن گفتن با آنهاست. بعضی مردم بعد از دیدن بعضی خوابها چنان به صحت گفته‌ها و شنیده‌های خود در خواب باور پیدا می‌کنند که تصمیمات بعدی خود را بر اساس وقایع و مضامین آن رویاها اتخاذ می‌نمایند. به عبارتی حس دانستن به آنها دست می‌دهد و این از آنجا ناشی می‌شود که آن رویاها را منبع شناخت و معرفت تلقی می‌کنند.
در اواخر دهه 1980 مارک سولمز عصب روانشناس از 434 بیمار مبتلا به آسیب مغزی مجموعه سوالاتی را درباره کیفیت، کمیت و خصوصیات رویاهایشان پرسید و از آن میان پاسخهای 361 نفر را قابل ارزیابی تشخیص داد. هر یک از این افراد در بخشی از مغزشان دچار آسیب شده بودند. طبعاً کسانی که بعد از آسیب مغزی هیچ تغییری در کیفیت و کمیت رویاهایشان اتفاق نیفتاده بود، نشان می‌دادند که قسمت‌های آسیب دیده مغزشان نقشی در خواب دیدن ندارند. 200 نفر از این افراد دچار تغییری در خواب دیدن نشده بودند. این نشان می‌داد که مراکز دخیل در امر خواب دیدن محدودند و در همه نقاط مغز حضور ندارند. کسانی که دچار صدمه به ناحیه سوم کورتکس بینایی شده بودند می‌گفتند که خواب نمی‌بینند، بلکه خواب می‌شنوند. یعنی در خوابشان تصویر وجود نداشت. آسیب به محل اتصال کورتکس تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال و نیز آسیب به منطقه لوب‌های فرونتال و شاخ فرونتال و انتهای مغز باعث شده بود که افراد اصلاً خواب نبینند. آسیب به منطقه مدیال پریفرونتال کورتکس باعث می شد که افراد حتی در بیداری نیز خواب ببینند و لحظاتی رویاگونه و حضور ناگهانی تصاویری در جلوی چشمشان را تجربه کنند. آسیب به منطقه تمپورال مغز باعث افزایش کابوس شبانه شده بود. تحقیقات همزمان بر روی فعالیت مغز افراد خواب توسط دستگاه‌های تصویربرداری مغز نیز نتایج فوق را تایید می‌کرد. در زمان خواب دیدن، مراکزی از مغز مثل اینسولا و آنتریور سینگولت کورتکس و آمیگدال فعال هستند. این مراکز با هیجانات عاطفی ما در ارتباط هستند و این نشان می‌دهد که چرا در رویاهایمان احساساتی چون خوشحالی، غم، خجالت و ترس را کاملا تجربه می‌کنیم. در زمان خواب دیدن، کانون‌هایی چون پاریتال کورتکس، پوستریور سینگولت کورتکس و دورسولاترال پریفرونتال کورتکس فعال نیستند که این نشان می‌دهد چرا برخلاف بیداری که می‌توانیم تخیلاتمان را از موضوعی که نمی‌خواهیم به موضوعی که می‌خواهیم هدایت کنیم، در خواب اختیاری بر چیستی رویاهایی که به سراغمان می‌آیند نداریم. دورسولاترال پریفرونتال کورتکس در محاسبات ریاضی و منطقی فعالیت زیادی دارد و این می‌تواند نشان دهد که چرا در حین خواب دیدن که این بخش غیر فعال است، استدلال‌های خنده‌آوری از ما سر می‌زند. همچنین در هنگام رویا دیدن، فعالیت قشر حرکتی مغز کم می‌شود که این موجب می‌گردد تا حرکاتی که در خواب انجام می‌دهیم منجر به حرکات واقعی اندام‌های ما نشود. معمولاً این ناتوانی در حرکت پیش از بیداری از بین می‌رود، ولی گاهی این ترتیب معکوس می‌گردد و شخص که بیدار شده هنوز توان حرکت ندارد و دچار فلجی خواب است. در گذشته این اتفاق را به موجودات افسانه‌ای نسبت می‌دادند و مثلا می‌گفتند بختک رویشان افتاده. شاید بتوان گفت در زمان قدیم خود پدیده خواب دیدن و نیز مضامین خواب و رویا از مهمترین دلایل و شواهد برای اعتقاد به دوگانگی روح و بدن و وجود زندگی بعد از مرگ بود. عنوان: معجزات. یک پدیده خارق‌العاده را میتوان با نظریه‌های مختلفی توضیح داد. میتوان نمایش یک معجزه را به همان اعجاز، یعنی دست بردن خدا در قوانین طبیعت نسبت داد، یا آن را شعبده و تردستی دانست. میتوان ماجرای معجزه را باور کرد یا آن را ساخته و پرداخته ذهن گوینده تصور کرد. پای مسئله معجزه که به میان میآید
علم و دانش ما چندان در تلقی ما از آن پدیده خارق‌العاده که می‌بینیم و یا می‌شنویم تأثیر ندارد، بلکه غالباً وضعیت روانی ما نسبت به اجرا کننده نمایش معجزه و یا گوینده یا نویسنده داستان معجزه است که ما را به سمت یکی از نظریه‌های بالا سوق می‌دهد. یک مؤمن مسلمان با هر میزان علم و دانش کمتر تحت تأثیر نمایش‌های معجزه آسای هندوها قرار می‌گیرد. انبوه داستان‌های معجزات خدایان هندو که در کتب و متون مقدس آنها وجود دارد یا از زبان روحانیون و مؤمنین آنها نقل می‌شود، کمترین توجهی را در یک مسیحی بر نمی‌انگیزد و او همه آنها را یک جا دروغ می‌پندارد. از بین معجزاتی که فرد مؤمن از آنها به عنوان شاهدی مستقیم و دست اول بر حقانیت ایمانش تلقی می‌کند، درمان بیماری خود او یا درمان نزدیکترین افراد به اوست که می‌تواند تأثیر شناختی عمیق‌تری بر او بگذارد و او را متقاعد کند که واقعاً معجزه‌ای اتفاق افتاده است. بیمارانی نزد معجزه‌گران، دعانویسان و مدعیان شفادهندگی می‌روند و یا از غذا و نوشیدنی بجامانده از افراد مقدس می‌خورند یا به زیارت قبوری مقدس می‌روند تا شفا یابند و در مواردی واقعاً شفا می‌یابند و یا بهبود نسبی به دست می‌آورند و این حس شناخت و معرفت کاملی در آنها به وجود می‌آورد نسبت به اینکه واقعاً دست قدرتی ماورایی و یا قدسی در کار است. آنها نمی‌توانند احساس بهبود را منکر شوند، چرا که این احساس را در درون خودشان و یا در چهره و کلام دیگر عضو خانوادهشان که شفا گرفته به درستی تشخیص می‌دهند. اما مسئله اینجاست که همچنان نمی‌توان گفت تنها توضیح برای این احساس بهبودی دخالت قدرت‌های ماورایی و قدسی است. اینجاست که میزان علم و اطلاعات می‌تواند در نتیجه گیری نهایی مؤثر باشد. اینکه در جریان اثری به نام اثر دارونما باشیم یا نه. عنوان: اثر دارونما. این بخش را با شرح 2 داستان واقعی شروع می‌کنم. داستان اول: مرد میانسالی با دردی شدید در پهلوهایش به اورژانس مراجعه می‌کند. به نظر می‌رسد که درد او مربوط به سنگ کلیه است. پزشک از پرستار می‌خواهد که ایندومتاسین تزریقی بیاورد. پرستار با سرنگ پر شده و آماده تزریق باز می‌گردد. پزشک دارو را از طریق ورید به بیمار تزریق می‌کند و به او اطمینان می‌دهد ظرف 1-2 دقیقه دردش ساکت خواهد شد. بیمار ظرف مدت کوتاهی آرام می‌گیرد و از پزشک تشکر بسیار می‌کند. پزشک به اتاقش می‌رود تا برای بیمار نسخه بنویسد. او متوجه می‌شود که روی میزش جعبه ظاهراً خالی ویال ایندومتاسین قرار دارد. آن را درون سطل زباله می‌اندازد، اما متوجه می‌شود چیزی درون جعبه قرار داشته. نگاه می‌کند و می‌بیند که ویال حاوی پودر ایندومتاسین هنوز داخل جعبه است و پرستار بی تجربه فقط آمپول حاوی حلال نمکی ویال را که کنار آن قرار داشته داخل سرنگ کشیده بود، ولی آن را به داخل ویال تزریق نکرده بود تا محلول ایندومتاسین را تهیه کند. در واقع آب و نمک به بیمار تزریق شده بود. داستان دوم: مرد 26 ساله‌ای به کمک همسایه‌اش به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کند و می‌گوید که 29 کپسول مربوط به یک داروی مورد مطالعه را یک جا خورده است. داروها پیش از ورود به بازار بر روی افراد داوطلب نیز آزمایش می‌شوند، به این ترتیب که به بعضی از داوطلبان داروی واقعی و به بعضی نیز دارونما داده می‌شود. دارونما ماده‌ای بی اثر است که خاصیت درمانی ندارد. در مطالعات بالینی بر روی داروهای جدید 3 گروه تحت بررسی قرار می‌گیرند: گروهی که دارویی دریافت نمی‌کنند، گروهی که داروی واقعی دریافت می‌کنند و گروهی که دارونما دریافت می‌کنند.
داروی واقعی نه تنها باید به طور معناداری وضعیت و علائم دریافت کنندگانش را بیش از کسانی که دارو دریافت نکردند بهبود دهد، بلکه باید وضعیت و علائم آنها را بیش از کسانی که دارونما دریافت کرده‌اند نیز بهبود دهد تا مشخص گردد آن دارو فارغ از آثار مثبت روانی که به آن اثر دارونما گفته می شود واقعاً تغییری در شرایط بیمار ایجاد می کند. بیماران نمی دانند که داروی واقعی گرفتند یا دارونما. خود پزشکانی هم که علائم این بیماران را بررسی و ثبت می کنند نیز نباید بدانند که کدام بیمار داروی واقعی گرفته و کدام بیمار دارونما دریافت کرده است. به این ترتیب اثر سوگیری‌های شناختی پزشکان نسبت به داروی واقعی چه سوگیری مثبت و چه سوگیری منفی حذف می‌گردد. به چنین مطالعاتی دو سو کور می‌گویند، چون نه پزشکی که بر بالین بیمار است و نه بیمار هیچ کدام نمی‌دانند چه کسی دارو و چه کسی دارونما گرفته است. اما بقیه داستان. مرد مورد نظر ما بعد از قطع رابطه با دوست دخترش 2 ماه از افسردگی رنج می‌برد. او آگهی مربوط به آزمایش داروی ضد افسردگی جدیدی را می‌بیند و تصمیم به مشارکت در آزمایش می‌گیرد. بعد از مدتی احساس بهبودی نسبی می‌کند، اما یک روز و در پی یک مشاجره با دوست دخترش تصمیم می‌گیرد همه کپسول‌های باقی مانده را یک جا بخورد. خیلی زود پشیمان می‌شود و از همسایه‌اش می‌خواهد او را به بیمارستان ببرد. رنگش پریده بود، عرق می‌کرد، سرعت نفس زدنش زیاد بود و فشار خونش به 80 بر روی 40 رسیده بود که در حالت طبیعی حدود 120 روی 80 است. 2 لیتر سرم نمکی به او تزریق شد. فشار خونش بالاتر رفت، اما به محض کاهش سرعت تزریق سرم دوباره پایین رفت. بعد از چند ساعت معلوم شد که مرد مورد نظر ما در دسته کنترل آزمایش داروی مورد نظر بوده و آنچه خورده بوده دارونما یا بهتر است بگوییم ماده‌ای بی‌خاصیت بوده است. وقتی ماجرا به او گفته شد احساس بهبود کرد و فشار خونش به حالت عادی درآمد. هرو بیارتسون و گوچه 2 محقق دانمارکی در سال 2001 نتایج 114 مطالعه مختلف را مورد متاآنالیز قرار دادند و در این متاآنالیز فقط به مقایسه اثر دارونما در گروهی که دارونما مصرف کرده بودند با کسانی که اصلاً دارویی مصرف نکرده بودند پرداختند. آنها با داده‌های مربوط به کسانی که داروی واقعی مصرف کرده بودند کاری نداشتند. نتیجه گیری آنها این بود که اثر ضد درد دارونماها معادل 1/3 اثر یک داروی ضد درد غیر استروئیدی مثل ایندومتاسین بوده است. همچنین در سال 2001 آمانزیو و همکارانش 278 بیمار را که جراحی قفسه سینه انجام داده بودند در 2 گروه تحت مطالعه قرار دادند. به یک گروه داروی ضد درد، آن هم به شکلی نمایان تزریق می‌شد و به آنها گوشزد می‌گردید که در حال دریافت یک مسکن قوی هستند. برای گروه دوم داروی مسکن توسط دستگاهی برنامه ریزی شده وارد ست تزریق آنها می‌شد و آنها متوجه نمی‌شدند چه زمانی داروی مسکن وارد بدنشان شده است. اثر تزریق پنهانی به طور محسوسی کمتر از اثر تزریق آشکار بود. مطالعات دیگری نشان داده است که دانستن نام برند دارو می‌تواند اثر درمانی آن را افزایش دهد. همچنین نشان داده شده که تجویز دارونما به جای داروهای انرژیزا باعث افزایش توان ورزشکاران شده است. حتی ورزشکارانی که داروی انرژیزا تزریق می‌کردند بعد از تزریق دارونما در همان ناحیه در حالی که خودشان می‌دانستند دارونما تزریق می‌کنند باز هم تا حدی تواناییشان افزایش یافت
و عملکردشان از کسانی که همان دارونما را نیز تزریق نکرده بودند بهتر شد. تحقیقات نشان داده است که ناقل‌های شیمیایی ضد درد درون مغز که به آندورفین یا مورفین درونی شهرت دارند، در ایجاد آثار تسکینی دارونماها تأثیر دارند. به عنوان مثال وقتی به جای مورفین دارونما تزریق می شود، همچنان اثر تسکینی نسبی بر بیمار می گذارد، اگرچه این اثر کمتر از اثر مورفین واقعی است. اما وقتی به جای دارونما نالوکسان به بیمار تزریق می شود، دیگر اثر دارونمایی هم ندارد و هیچ کاهش دردی صورت نمی گیرد. نالوکسان دارویی است که گیرنده های آندورفین را در سلول های عصبی مسدود می کند و مانع از تأثیر این ناقل شیمیایی درون مغز می گردد. ظاهراً به این ترتیب مکانیسم اثر تسکینی دارونما از کار می افتد و اثر دارونما دیگر ظاهر نمی گردد. مکانیسم های دیگری نیز برای اثر دارونما پیشنهاد شده است. حتی عمل جراحی نیز می تواند همچون دارونما اثر تسکینی داشته باشد و این اثر تا مدتها دوام آورد بدون آنکه طی عمل ضایعه‌ای پیدا شده و اصلاح شده باشد. به هر حال اینکه افراد بعد از دعا، زیارت، خوردن یک ماده جادویی بیخاصیت، آب دعا، انرژی درمانی و این قبیل احساس بهبودی می کنند می تواند به اثر دارونما مربوط باشد. پس واقعا احساس بهبودی وجود دارد و به عنوان یک تجربه دست اول و بیواسطه قابل انکار نیست. اما حالا برای توضیح علت این بهبود یک نظریه رقیب علاوه بر نظریه وقوع معجزه وجود دارد و لذا بهبود بیماری نمیتواند یک منبع شناخت و معرفت نسبت به وجود نیروهای ماورایی و قدرت خدایان و قدیسین باشد. عنوان: یادآوری معجزه. گاهی افرادی را می‌بینیم که یک پدیده خارق العاده و معجزه‌آسا را که هیچ توضیحی جز معجزه بودن برایش متصور نیست تعریف می‌کنند، یا ممکن است خودمان هم چنین پدیده‌هایی را از گذشته در حافظه داشته باشیم. منظورم این است که گاهی خاطراتی از معجزاتی داریم که در آنها پدیده‌هایی خلاف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی اتفاق افتاده و راهی برای یافتن توضیح منطقی برایشان نداریم. طبعاً چنین خاطراتی میتواند برای کسی که آن را به یاد میآورد یک شاهد و منبع شناخت جهت اطمینان از وقوع معجزه باشد. گرچه ممکن است کسی سعی کند توضیحی منطقی و غیر ماورایی برای آن پدیده‌های معجزه‌گونه پیدا کند و یا اصلا بگوید چون نمیتوانیم این گونه پدیده‌ها را توضیح دهیم نباید لزوماً آن را به حساب دخالت عمدی قدرت‌های ماورایی بگذاریم، اما میخواهم به جای بحث فلسفی و منطقی چنین خاطراتی را از زاویه‌ای دیگر بررسی کنم، از زاویه قابل اعتماد بودن حافظه، مخصوصاً در مورد خاطرات دور. الیزابت لافتوس، روانشناس شناختی و متخصص در حافظه انسان از دانشگاه کالیفرنیا، وقتی بچه بود مادرش را در حادثه‌ای از دست داد. مادرش در استخر غرق شد. سالها بعد طی صحبتی که در یک جشن تولد با یکی از بستگانش داشت به واقعیت جدیدی پی برد که از آن اطلاع نداشت. او شنید که خودش نخستین کسی بوده که جسد مادرش را در استخر پیدا کرده. او پیشتر چیزی در این مورد به یاد نمی آورد و حتی باور این که چنین اتفاقی برایش افتاده باشد دشوار بود. او میگوید وقتی از مهمانی تولد به خانه برگشتم به وقایع روز حادثه مرگ مادرم فکر کردم. مثلا وقتی کارکنان آتش نشانی آمده بودند و به من اکسیژن دادند را مرور کردم. شاید چون جسد مادرم را پیدا کرده بودم و حالم بد شده بود نیاز به اکسیژن داشتم. کمی بعد حتی توانستم تصویر جنازه مادرم را که روی آب استخر شناور بود به یاد آورم. اما مدتی بعد یکی از بستگان الیزابت به او گفت که قطعاً در اشتباه است.
در واقع به جای الیزابت این عمه‌اش بود که جسد را در استخر پیدا کرده بود. این ماجرا باعث شد موضوع ساخته شدن خاطره کاذب برای خود پروفسور لافتوس جذاب شود. چرا بدون دیدن هیچ جسدی خاطره‌ای از آن در ذهنش ساخته شده بود؟ پس به تحقیقات بکری در این زمینه دست زد. او به مطالعه بر روی گروهی داوطلب پرداخت و از اعضای تیم خود خواست با خانواده‌های داوطلبان تماس بگیرند و درباره رویدادهای گذشته زندگی آنان کسب اطلاع کنند. سپس محققان با کمک اطلاعاتی که به دست آورده بودند درباره دوران کودکی هر یک از داوطلبان 4 داستان طرح کردند. 3 داستان واقعیت داشت، اما 4می محتوی مطالبی باور کردنی لیکن جعلی بود. داستان 4 مربوط به گم شدن داوطلبان در کودکی به هنگام رفتن به یک مرکز خرید بود و اینکه خانم مسنی آنها را پیدا می‌کرد و تحویل پدر و مادرشان می‌داد. در مصاحبه‌ای که با داوطلبان انجام شد، این 4 داستان را برایشان نقل کردند و از آنها پرسیدند آیا داستانها را به یاد می‌آورند یا نه. حداقل 1/4 آنها گفتند یادشان می‌آید که در کودکی در مرکز خرید گم شده بودند، حالان که چنین ماجرایی برایشان پیش نیامده بود. در ابتدا داوطلبان تنها مختصری از این واقعه را به یاد می‌آوردند، اما هفته بعد که مراجعه می‌کردند چیزهای خیلی بیشتری یادشان می‌آمد. مثلا درباره خانم مسنی که آنها را نجات داده بود حرف می‌زدند و اضافه می‌کردند که آن خانم مسن کلاه عجیب و مسخره‌ای روی سرش بود، یا من آن روز اسباب بازی دلخواهم را با خود داشتم، یا مادرم خیلی عصبانی شده بود. لافتوس متوجه شد نه تنها می‌شود خاطرات جدیدی را وارد ذهن افراد کرد، بلکه آنها به چنین خاطراتی شاخ و برگ هم می‌دهند و بی آنکه متوجه شوند به مدد تخیل به غنی‌تر کردن بافت ماجرا می‌پردازند. الیزابت لافتوس در تحقیق دیگری نشان داد که می‌توان با پرسیدن سوال‌های خاص تغییراتی در پاسخ‌های افراد ایجاد کرد. او از داوطلبان که صحنه برخورد 2 اتومبیل به آنها نشان داده شده بود می‌پرسید ماشین‌هایی که با هم برخورد کردند با چه سرعتی حرکت می‌کردند؟ یا می‌پرسید ماشین‌هایی که به هم کوبیدند چه سرعتی داشتند؟ افراد در پاسخ به سوال دوم سرعت بیشتری برای ماشین‌ها ذکر می‌کردند. وقتی خاطرات گذشته زندگی خود را مرور می‌کنیم، باید بدانیم لزوماً همه جزئیاتی که به یاد می‌آوریم صحت ندارد. بعضی از آنها داستان‌های دیگران و بعضی از آنها داستان‌گویی‌های مغز خودمان هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ گفتیم که برای تشکیل حافظه طولانی مدت باید بین سلول‌های عصبی پیوندگاه یا سیناپس جدید تشکیل گردد. از بین رفتن این سیناپس‌ها منجر به از دست دادن خاطرات می‌شود. یکی از عوامل تحکیم این سیناپس‌ها مولکول‌های بلندی است که از سلول‌های هر طرف سیناپس خارج می‌شود. این مولکول‌های رشته‌ای بلند که به آنها مولکول‌های چسب سلول‌های عصبی یا NCAM یا Neural Cell Adhesion Molecule میگویند، یکی از سلول پیش سیناپسی و دیگری از سلول پس سیناپسی خارج شده و به هم میچسبند و باعث تثبیت سیناپس در جای خود میشوند. احتمالاً NCAM ها در جریان ایجاد حافظه بلند مدت با تغییرات شیمیایی که در آنها به وجود می آید دچار لغزندگی می شوند و از 2 سوی پیش و پس سیناپسی چسب زدایی صورت می گیرد و سیناپس ها دوباره توان رشد کردن و تغییر سمت برای ایجاد پیکربندی های جدید را می یابد. آنگاه دوباره با تغییرات شیمیایی مجددا خاصیت چسبندگی NCAM ها بازگشته و پیکربندی سیناپسی جدید تحکیم می گردد. در واقع حافظه در مغز انسان شبیه یک لوح حکاکی شده و یا شبیه حافظه کامپیوتر نیست که همه اطلاعات به صورت دست نخورده در آن بماند و در صورت نیاز
بدون اینکه تغییری در آن اطلاعات ایجاد شود از روی حافظه خوانده شود و مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. حافظه در انسان یک پدیده دیالکتیکی است، یعنی حافظه در یک محفظه جداگانه نیست که فقط فراخوانی شود و دوباره به جایش بازگردد، بلکه هر بار که فراخوانی می شود و جان می گیرد دوباره در تعامل با افکار فعلی و محیط فعلی و تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بازنویسی می شود. یادهای ما با هر بار یادآوری نوزایی می شوند. هر بار که خاطره ای را یادآوری می کنیم، علاوه بر آنکه تصویر و تصور خاطره در ما زنده و بازیابی می شود، امکان دوباره نویسی و تغییر آن نیز به وجود می آید و گذشته از اینکه مکانیسم بیان شده در این امر دخیل است یا مکانیسم های دیگر موجب این پدیده می گردند، به هر حال خاطرات ما علاوه بر نقصان و فراموشی که به دلیل تحلیل رفتن سیناپس ها رخ می دهد، در معرض تغییر و دگرگونی نیز می باشند. این که در مغز ما برخلاف کامپیوترهای امروزی حافظه و پردازشگر در دو جای مختلف قرار ندارند و همراه با بازخوانی حافظه پردازش آن نیز همانجا صورت می‌گیرد، مزیتی برای مغز ماست و باعث می شود مصرف انرژی مغز ما بسیار کمتر از کامپیوترهای امروزی باشد. اما همین خصوصیت خاطرات ما را برخلاف اطلاعات ضبط شده در حافظه کامپیوتر قابل تغییر و دستکاری می کند. البته احتمالاً همین امکان تغییر و دستکاری خاطرات ماست که در روانکاوی به کار می آید. به این صورت که روانکاو تلاش می کند تا سوژه‌اش خاطرات ناراحت کننده را به یاد بیاورد. او ممکن است نهایتاً موفق شود با بازنویسی همان خاطرات به صورتی که بار عاطفی و هیجانی آن حذف شده باشد، بیمار را از احساسات و عواطف آزاردهنده آن خاطرات خلاص کند و او را یاری نماید تا واقعیت رخ داده را بدون آنکه دیگر او را آزار دهد و بخواهد از آن فرار کند بپذیرد. با این حساب حتی اگر تنها تفسیرمان از یک تک خاطره مربوط به یک معجزه این باشد که هیچ توضیح طبیعی و منطقی برایش وجود ندارد و تنها میتوانسته کار نیروهای ماورایی و دخالت آنها در طبیعت بوده باشد، همچنان به دلیل ساختار تحریفگر مغزمان جا دارد این تک خاطره را مبنای معرفت و شناخت قرار ندهیم. در زمانهای قدیم که وسایل ثبت و ضبط لحظه ها همچون امروز وجود نداشت، این قبیل خاطرات از وقایع حیرت انگیز و باور نکردنی بسیار بیش از امروز بود و تحکیم بخش ایمان دینی مردم میشد و حتی مبنای اعتقاد به موجودات خیالی قرار می گرفت. اما امروزه مرور عکس‌ها و فیلم‌ها و نوشته‌ها به پیشگیری از تحریف خاطرات یا حتی به تصحیح آنها کمک می‌کند. ضمن این که در همان عکس‌ها و فیلم‌ها هم که توسط دوربین‌های بیشمار ثبت و ضبط می‌شوند، اثری از پدیده‌ای خلاف قوانین جهان شمول فیزیک و شیمی دیده نمی‌شود. ولی به هر حال همواره ممکن است اغراق‌هایی که در بازگویی ماجراها توسط خودمان یا دیگران صورت می‌گیرد جای واقعیت را در ذهن ما بگیرد و تصویر اغراق یافته جایگزین خاطره اصلی شود و یا خاطره‌ای را که متعلق به زندگی و مشاهدات ما نیست در مغز ما بسازد. گرامیان، همینجا در صفحه 91 فایل آوایی ششم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.